از هر 5 دانش آموز 2 نفر هیچ چی نمیآموزن. تصمیم اومده یه خبری کار کرده، گفته آقا از هر 5 نفر 2 نفر هیچ چی یاد نمیگیرن تو مدارس. یاد نمیگیرن فدای سرتون که یاد نمیگیرید. مملکت بلاگرم میخواد آقا. قلیس همه دکتر و مهندس شن که. بله اونایی که هیچی نمیآموزن وضعشون از اونایی که میآموزن بهتره واقعا. چند سال دیگه همین 3 نفر زنگ میزنن به اون 2 نفر میگن داداش 5 تومن داری به ما دستی بدی؟ چون اون صاحب یه مقام و منصبی شده برای خودش، اینا درگیر یه حقوق وزارتکاری ان، یه جا استخدام شدن و اینا. کلا این شکلیه. الان همین بچه‌هایی که برای من شوخی می‌نویسن اون پشت دارن، الان این آقا دانشگاه تهران خونده، اون آقا تربیت مدرس خونده، اون هیئت علمی دانشگاه این بخور، این اصلا نابغه است. یه دقیقه ببین اینجا، این اصلا نابغه است، فوق لیسانس شریف داره، اوجوبه برای خودش. آقا یه چیز بگو 200